پروردگار می فرماید یا ایها النبی، ای پیامبر، ای نبی رحمت، ای نبی ملحمت، ای نبی که مکمل عمرت را به خاطر دین خدا، به خاطر سرفرازی دین اسلام، به خاطر دعوت دین اسلام، به خاطر پیروزی اسلام، به خاطر پیروزی امت مسلمه، به خاطر رهنمایی گمراهان، به خاطر رهنمایی کسانی که از راه شریعت دور بودند، به خاطر رهنمایی کسانی که پدر خود را نمی شناختند، طفلان معصوم و مظلوم خود را نمی شناختند، اونها را دفن می کردند، زنده و گور می کردند، زیر خاک می کردند، بر اونها رحم نمی کرد. طفل معصوم و مظلومی که پدرش اون را زیر خاک می کرد، جامعه‌ای که چنین از انسانیت دور شده بود، طفل معصوم خود را زنده و گور می کنه. طفلک به پدرش نگاه می کنه، میگه پدر جان، طفلک نیم تنش زیر خاک شده است، میگه پدر جان نگاه بکن که لباستان خاک آلود شد، لباستان خاک آلود شد. ولیکن پدر همین قدر بر یادش نمی آید، بگه طفلک عزیزم سرت را من زیر خاک کردم. پدر را همین قدر رحم و شفقت انسانیت به یادش نمی آید که بگه طفلک عزیزم من تو را زیر خاک کردم. میگه پدر جان بگذار دامنت را خاکش را پاک کنم. ولیکن پدر بیرحم، پدری که از انسانیت دور گردیده است، جامعه‌ای که از انسانیت دور گردیده است، طفل معصوم خود را خاک را بر بالایش می اندازد. چون این از انسانیت دور شده بودند، ولیکن نبی رحمت را روان کرد. پروردگار ان ارسلناک، ما تو را روان کردیم ای پیامبر، شاهدن، این که تو شاهد باشی بر امتانت نسبت به دعوت و رساندن دین خودت. پیامبر نازنین صلی الله علیه و سلم در حجت الوداع، در اونجا صحابگان تمامش 1,24,000 صحابه یا 1,14,000 صحابه اش تمام در زیر سخن جناب رسول الله علیه السلام استاده نشسته بودند. سخن گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم را گوش فرا می دادند. پیامبر نازنین صلی الله علیه و سلم گفت ای امتانم، ای صحابگان من، آیا من دین را برایتان رساندم؟ گفت بله، شما همه دین را برای ما رساندید. شاهد است امت خود پیامبر نازنین صلی الله علیه و سلم بر رساندن دین و دعوت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. او پیامبری را که ما شاهدی نتیم بر این که دینش رسانده باشد، در حالی که پیامبری که به خاطر دعوت اینمی دینی که ما امروز خارج کردیم، به خاطر امین دین و سنتی که ما امروز نمیشناسیم، به خاطر امین دینی که آماده هستیم این دین را به خاطر 50,000 افغانی ماش حرام سودا بکنیم، رسول نازنین و مرحمت روان شد، پایه هایشان پر از خون شد، کفش هایشان پر از خون شد، پیشانی سنگ میخورد، میگفت امتی امتی. لحظه‌ای که به دنیا آمد لبهای مبارکشان شور میخورد. حضرت صفیه عمه رسول الله علیه السلام میفرماید گوش خود را به سمع ایشان نهادم، بر لبهای مبارک گذاشتم که چی میگوید این طفل معصوم و طفل که نو به دنیا آمده است. صدا میکند که اللهم امتی امتی، ای خدایا امتی من چی میشود؟ ما امروز امتی که پیامبر نازنین و مرحمت را نشناختیم، ما امتی که امروز رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلم را نشناختیم، پیامبر تا به حال خود را نشناخته است، امتی میگوید. صدا میزند که اللهم امتی امتی، ای خدایا امتی من چی میشود؟ حالی امتی که امروز سرپرست ندارد چی میشود؟ حالی امتی که شب و روز به خون میافتد چی میشود؟ حالی امتی که از 4 طرف کفار اسیرش کردن، حالی امت چی میشود؟ حالی امتی که طفلش را
مادری که نگاه میکند طفلش با سر بریده شده و حضورش حاضر میشود، حال این امتم چی میشود؟ اون مادری که به طرف جنازه فرزندش نگاه میکند، دست و پا و گوش اون فرزندش بریده شده در حضورش حاضر میشود، حال این امت چی میشود؟ اللهم امتی امتی. آیا ما شاهد چنین پیامبر مرحمت و چنین پیامبر نازنین و این نباشیم؟ ان ارسلناک شاهدا، ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، ما تو را شاهد روان کردیم. یا اینکه امتانت نسبت به دعوت تو شاهد باشند؟ آیا از شما پرسان میکنم پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر این دین زحمت را دیدن یا ندیدن؟ به خاطر این دین پیشانی مبارکشان سنگ خورد یا نخورد؟ به خاطر همین دینی که فعلا در دست ماست دندان مبارکشان شهید شد یا نشد؟ بله که چنین شد. ان ارسلناک شاهدا، ای پیامبر نازنین، ای کسی که خاک پای قدم تو از زمین و آسمان کرده فضیلت دارد، ولیکن تو به خاطر این دین زحمت را تحمل کردی، به خاطر این دین هجرت را تحمل کردی، به خاطر این دین ساحر گفتن و جادوگر گفتن و کاهن گفتن دشمنان اسلام را قبول کردی. ای پیامبر ما تو را شاهد روان کردیم و مبشرا، و اینکه بشارت دهنده از اهل طاعت، برای اهل طاعت، کسانی که طاعت خدا را میکنند، کسانی که پیروی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنند، برای از اینها بشارت دهنده که تو مسلمانی که تو جوانی که 12 نشو در مسجد میایی، پیامبر برای تو شاهدی میدهد که تو واقعا امت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودی. تو جوان چی نیاز داری؟ شما را چی در اینجا کشانده است؟ پول هست توزیع می شود، معاش داده می شوین، ساعتهای حاضری است که حاضری گرفته می شود؟ نه، یک چیز شما را کشانده، محبت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، او درد دل رسول الله، او غم دین رسول الله در دلهای شما پیدا شده، در دلهای شما که امروز دین رسول الله چی می شود؟ امروز پیروی دین رسول الله چی می شود؟ که ما جوانای امروز اگر دین رسول الله را پیروی نکنیم کی پیروی بکن؟ ما امتان رسول معظم صلی الله علیه و سلم اگر دین خدا را پیروی نکنیم، امروز کی می آید بیرق اسلام و بیرق پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم را بلند می گرداند؟ خدا ما را توفیق بدهد. اینجاست که پیامبر ناظرین صلی الله علیه و سلم را پروردگار می فرماید ان ارسلناک شاهدا و مبشرا. صفت پیامبر علیه السلام را بیان میکنه که مبشر هست، بشارت دهنده از برای اهل طاعت، و نذیرا، بیم دهنده است از برای اهل معصیت و نافرمانی. کسانی که خدا را نافرمانی میکنند، کسانی که امر و فرمان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را نافرمانی میکنند، اون را نذیرا، بیم میدهد، میترساند که ای امتی که، ای پیروی که، ای انسانی که از مسیر رسول الله دور شده، متوجه باش که آتش جهنم هست، متوجه باش که خانه قبر تنهایی هست، متوجه باش خانه قبر هست که هیچ کس در کنارت نیست، متوجه باش خانه قبر هست که شب اول قبر شب سیاهی هست، اون را متوجه باش. و نذیرا، بیم دهنده هست پیامبر ناظرین صلی الله علیه و سلم از برای کسانی که نافرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم را میکنند.